بذار ماجراشو برات تعریف بکنم. حاجی ما یه دوستی داریم، یه خانومیه، این شاید فکر کنم از محدود دخترایی باشه که از اول که با ما رفیق شد با ما رفیق بود. مثلا 2 سال 3 سال ما با این دوست شدیم. یه روز اتفاقی تو سن آنتونیو من توی باشگاه باهاش دوست شدم، برگشت گفت که من توی ارتش آمریکامو دختر، اینجا دختر زیادن دیگه، آره ارتشی کار میکنن اینجا، برای خودشون هستن دیگه، آره هیچی. بعد ما با هم دوست شدیم و هیچی، ما رفتیم خلاص. بذار وقت داری یا 5 دقیقه یا نمیخوای بگم نگم یا وقت داری بگم؟ این میخوام یه سری چیزای نصیحتی توش هستش، یه سری چیزای فرهنگی هنری توش هستش. حالا من میخوام برای شما اینا رو بگم. هیچی. بذار من جورابم بیارم وایس دقیقه. وایس اومدم. من رفتم سن آنتونیو 3 سال پیش. بذار من قشنگ برای شما با سیر پیاز بیکار هستین دیگه. بیکار هستی الان برای تعریف میکنم. حالا جلو چرا سیاه زیرش؟ اینه که من نمیگوشم کسول کسی به ذات مرض میگیره. کسول رفتم یه جوراب برای خودم گرفتم. خب رفتم یه جوراب نو برای خودم گرفتم. دوربین بیارم نزدیکتر ذره. آره اون جوراب کفش سیاه بود. من کثیفی خارکوسه متنفرم حاجی. مثلا دختر چجوری دختر میگه من پریودم، بعد پسر میگه نه برای من فرقی نداره من کسخلتم. ای ریدم تو دهنت کثافت. آشغال هزار تا میکروب مریضی رو باید بگه انتقال بدیم بر اون برم رو. 3 سال پیش ما رفتیم سن آنتونیو. حاجی خارکوس منم دروغ به شما نگم، اوایل که سن آنتونیو میرفتم حاجی این اصلا انسان این پسر این دیگه شهوتی میشدم افتضاح. من نمیدونم خارکوسه چرا. 6 روز هیوستون تو خونه بودیم. خارکوسه اصلا انگار که ما رو گرفتن کافور به ما دادن یا اصلا کلا سیستم ما رو از زیر بریدن، خط انداختن وسطش. یه چیزی اصلا رفتم سن آنتونیو اینا. بعد باشگاه تمرین کردم. شب خوابم نمیبرد حاجی. اوضاع مغزیم خیلی خراب بود حاجی. وضعم خوب بود ولی اوضاع ذهنم خراب بود. هیچ. مارک برگشت گفت وایسا من شامم نمیام، من میخوام برم خونه. من با مارک 4-5 سال شام میرم. آره مارک گفت من میخوام برم خونه و فلان و هتل و گفتم مارک من میرم یه قرص خواب میگیرم میام هتل. ما که رفتیم دم داروخونه حاجی دیدم یه دختر قد متوسط کونه گرد بهت میگم نه فکر بکنی از این کونای آقا یه سری کون هستن. اولا که آقایون بذار من یه سری به شما بگم. من دیگه آقا تصمیمم گرفتم من با مردا باشم حاجی. مردا خیلی آدمای بی‌دردسری هستن. گوش بده داش، زرنگ باش. این کون خودتو الان همین خودتو آقا رو شلوار استرج بپوشی برادر، اون شلوار تمام بافت مولکول رو جمع میکنه. خب گوش کن. اگر دیدی این جوراب خارکوسه رو نکشیم تا اینجا. خال جوراب گاهی ما بکشیم پایین تری پشتش نخکش میشه همه. پشتم درد میکنه. اوه شیت. خیلی مشنگی و از در داروخونه بده حتی تمامش کنم باید برم سر کار. کاردیو امروز نزدم وزن من داره میاد پایین دوباره. از در داروخونه داشت میومد بیرون و طبق معمول دیگه های چطوری و من تو رو میشناسم و من بدنسازی تمرین میکنم تو چیکار میکنی؟ گفت من تو
آرمی آمریکا هستم و خلاصه این ور اون ور شماره‌تون رو میتونم داشته باشم یا اینستاگرامتون. آره منم اینستاگرام منم با 15 16 هزار نفر بودن. آره حاجی شماره رو دادیم و ما با این رفیق شدیم. آره من یه دوست پسر دارم، دوست پسر من تو بیس از این هواپیماهای F-16 نمیدونم تو هاوایی، اونا تو هاوایی. آقا هاوایی یه جزیره است بین ژاپن و آمریکاست. هاوایی تو خاک آمریکا نیست، کسخل نشین فکر بکنید تو نقشه است. اون مثلا بیرون خارکوسه یه جای دیگه است. این ژاپن، این آمریکاست، این وسط دریا اقیانوس 7-8 ساعت با ماشین بری یه دونه جزیره کوچیکه هاواییه که اونم 7-8 تا کوه و اینا. قلبی گذاشتی برادرم، قلب دور دیدم، چشم من ضعیفه نمیبینه، با جان قدیر نمیبینه، دیدم قلب زیاد بود دیدم. آره هیچی. گفت دوست پسر من اونجاست و فلان و اینا. بعد ما تو این 2-3 سالی که الان با هم آشنا هستیم، شاید دروغ بهت نگم، مثلا 3 ماه صبح سلام علیک داشتیم، 2 ماه نمیدیدیم، دوباره 1 ماه میدیدیم اینجوری. تا 8-9 ماه پیش برگشت گفت که آیسان یه خبر خوب دارم. گفتم چیه خبر خوب؟ خیلی رفیقیم با هم، خیلی. دخترم ماشون میخورد اون موقع، فاز میگرفتیم تلفنی صحبت‌های کسخلی میکردیم با هم. آره دختر تریپیه دیگه، هم تو مایه‌های خود منه. آره هیچی. بعد گفت آره آیسان خیلی خوشحالم و فلان. این صحبت که صحبت نه 9 ماه بیشتره، اون موقع هنوز اینستاگرام من چیز نشده بود. آره کسخل این خوش یه سال 3 ماه که الان این شد، اون قبل اون بود. که بود؟ آره 1 سال و نیم پیش بود. آره 1 سال و نیم پیش. هیچ کی نیست بابا جان، دارم فکر میکنم چی بگم. آره بابا 1 سال و نیم پیش بود. ها 1 سال بابا، یارو جلوی تلویزیون میره 10 نفر نگاهش میکنن، 60 تا خدم و چای و من تک تنها با کسخل اینجا نشستم برای خودم دیگه تنهایی. خواه گوش کن، بعد برم سر کار، دیر شد، تا 8 تا وقت است، نیم ساعت دیگه وقت است. آره تو خمار قاقا نخوردم هنوز، با سرتر بشم. تو 1 سال و نیم پیش گفت آره نامزد من داره میاد. حاجی ما یه دوستی کسخلی با این دختره داشتیم، فهمیدی؟ میگم چون همش رو ماشون باشون اون موقع جوانتر بودیم دیگه، این کثافتکاری ها رو نکنین و بیچاره میکنه شما رو اینا. آره نکنین. آره هیچی، من میگم نکنین، شما هم نکنین هیچی. بعد گفت آره من آیسان آره این داره میاد و میخواد به من رینگ بده و فلان بده. رینگ که حلقه بهش بدم، روزانو میشینن دست به دامم میافتن. آره روزانو میشینه حلقه میده، بعد روزانو میشینه حلقه رو میخواد بگیره طلاق بده. خیلی خنده داره، هر 2 بار روزانو هم مردا. آره گفت من میخوام آیسان از آرمی بیام بیرون، خودم باز خرید بکنم و اینا، میخوام برم درس بخونم، برم ماما بشم. ماما از ماما بچه ها رو دنیا میارن، ماما از اونه. آره بچه دار. اوکی خلاصه صحبت این برام آقا میزنه این دختره تو آرمی همون سن آنتونیو هم بیس آرمی قوی آمریکاست. آرمی میشه ارتش. میزنه اونجا، نمیدونم چه اتفاقی میفته، اینجا یه اتفاقی براش میفته توی همین بیس سن آنتونیو. حالا نمیدونم خارکوسه کابینت سرش افتاد چی شد، توی با لباس فرم که بود این ضربه میبینه. هیچی. برگشت دولت بهش گفت آقا ما $6,000 بهت میدیم. ما $6,000 کار نکرده. چرا؟ چون در حین مثلا تو یاد باشه تو لباس نظامی هستی، تو الان میدونی که یه سرباز صفر تو خیابون ببینی دستش بزنی خواهر صاحب بچه رو میگن دیگه، میدونی یا نه؟ ولی از اون ور میدونی تیمسار رو بدون لباس بگی سرکله‌اش بزنی بشوریدن مشت بزنی سرکله تیمسار. لباس تنش نیست، لباس تنش هست که کوم میذاره. آره هیچی. گفت والا ایسان حالا که اینجوری شد این مامایی همه چیز خیلی خوبه و من میخوام بیام آمریکا، میخوام بیام هیوستن. گفتم تو مگه نگفتی این خارکوسه کونپاره کارتون خواب داره از هوایی میخواد برگرده نمیخواد بتا. گفت نه من الان با همه صحبت کردم، این درس چیز کار مامایی تو هیوستن خیلی خوبه. هیوستن بزرگی دیگه، هیوستن مثل تهران، سن آنتونیو مثل ورامینه، فهمیدی؟ آره ورامین تا حالا نرفتم ولی احتمالاً کوچیک بود باشی دیگه. آره چون ورامینه دیگه، یه نفر رامین، درسته؟ تهران و رامین.
آره. بعد خلاصه اومد اینجا و این موقعی که اینستاگرام من داشت میرفت بالا، من با این شبا صحبت میکردم. آره فلانی دختر مکزیکی آمریکاییه. گفتم آره اینجوری شد و خیلی من و این با هم کاکا بودیم با دختره. آره من اصلا برای من جالب بود که حاجی من دروغ به شما نگم، تنها دلیلی که من سری اول اینو سالتو بارانداز نزدم فقط این گفت تو آرمی بودم ای امان این الان 2 روز دیگه با اخبار بزنن یک ایرانی ارتشی آمریکا را فلان و رفتم تو این فازهای کسخلی کردم آقا قطعی که نیست خالکوسی کردم ولش کن. این اومد خونه ما وقتی که اومد هیوستن، حالا اون که با پسره هنوز پسره قراره بیاد اینو بگیره خالکوسه رو. چند بار اومد اینجا خونه من با من نشستیم اینا، اون بار من اصلا هیچ، یعنی اصلا تو بگو خدا شاهده نگاه نکردم. بعد همش هم برام مثلا 0.6 بود دختره. آره 0.6 پسرا میده یعنی چی. بعد اومدم به خودم میگفتم خدای چی باشه قضیه نکنیم کسکش بخواد ما رو 2-3 سال این میپلکه این لابلا. اما بعد من بهش میگفتم آره مثلا من با یه دختر بودم، همه چیزی بهش میگفتم دیگه. گفتم آره 2 تا دختر اومدن من مست کردم به دختره بودم تو میخوای فلان بکنی. بعد این به من برگشت من یاد به من گفت بابا بعد آیسان. گفتم چرا؟ گفت کسخل تو با یه دختری بعد به اون دوستش هم میگی اگه میخوای فلان. گفت اصلا به انگلیسی گفت لاشی بازیه مشنگ جان به من گفت. خیلی با ما جور بود هیچ. بعد همش هم بهش میگفتم، یعنی خودش به من میگم آیسان من هیچ رفیق این مدلی مثل تو ندارم. گفتم بابا کسخل تو اگه فارسی بلد باشی از این ایرانیای قدیم سوال بکن، دوستای من بودن. من اصلا دوست معمولی تو عمرم نداشتم. من رفیقای پسر خودم از جوان بودم می‌خواستم اینا رو چیز بکنم سالتو بزنم، نه شوخی می‌کنم. مثلا خیلی چیز بودم، شلوغ بودم دیگه، شلوغ می‌کردم. آره دیگه قدیم بود دیگه. آره دیگه این چه افتخاری آخه، لجنزار آخه، این چه افتخاری آخه. دیشب ساعت 9 شب من عکس گوجه سبز رو که گذاشتم، این به من تکست داد که من یه همسایه عرب داشتم تو سن آنتونیو، این یه بار اینو به من داد، من خوردم و خیلی ساور بود، ترش بود و کسشر بود و فلان بود و اینا. کجا زندگی میکنه؟ خونه‌اش من از اینجا میبینم، نمیخوام نشون بدم، میدرسم یه سری برن اونجا یا ساختمون رو گرد بکنن. داره بعد بهش گفتم ببین اگه میخوای هوس کردی من نورالدینی کسی رو بفرستم برات یه ذره بیاره یا خودم برات بیارم اینا. این برگشت گفت که اگه خودت بیای خیلی بهتره. ما هم که حاجی اصلا یک سر سوزن مثل خواهرم هم بودی یارو دیگه. میخوام به شما بگم اصلا من نمیدونم اگه خدا تو داری ما رو میگایی. ما الان 20 ساله اصلا زنی که دوست پسر و شوهر داره رو ما نزدیکش نمیدیم. هر چی انداخته جلوی ما یا شوهر داره یا نامزد داره یا در شرف ازدواجه یا در شرف طلاقه، همش یکی رقم چسبونی داره کنش. بابا دیگه گاییدی ما رو که بابا مگه ما امامیم تو داری ما رو انقدر امتحان میکنی؟ آقا برادر من ولش کن خدایی، ما رو گاییدی. مگه دکان مجرد تو این خالکوسه کنی نمی نداری؟ تو داری نداری؟ اگر داری کجاست؟ اگر طالع ما رو یه جوری نوشی با اونا برخورد بکنیم آقا نخواستیم، آقا ما هم میفتیم تو خونه با کف دستی میزنیم گاییدی خدا شاهد ما رو. شدیم مثل خالکوسه این فیلم ترکیه‌ای بود، همش کارهای کیری میکرد بعد لحظه آخر نه کارهای خوب میکرد بعد میومد جلوی دوربین وای میساد. خداوند نمیدونم این فیلمه بود چی بود اسمش. الان من یه جوری شده با هر دختری بالا پایین میکنم میارمش خونه، وقتی بهش دست نمیزنم میره خدا شاهده اینجوری میکنم وای خدا رو شکر نه جلوی خودم گرفتم. خب بابا گاییدی ما رو بابا. یه بار نمیشه یارو میخواد بره ما خوشحالی بکنیم آقا دمش کم ما آبروغان عوض کردیم دیگه حالا دنده خوب جا میره که لاج ما نیست اینجوری خدا شاهده. ولشون با ایران گرفتی ریختی بابا اصلا نمیدونیم تکون بخوریم. دیشب یه بمب زدن خایمون جفت شد خدا شاهده بابا. گفتیم آقا خدا کنین خالکوسه نخوره تو ایران ولش کن بعد این بزنه. حالا این وسط
ما مثل کسخر اون اینجوری گفت اون گفت وای اون به کی گفت اون به تو گفت. آقا رفتیم خونه این خالکوسه در واشو دیدم گرفت ما رو کسکش بعد 3 سال. بذار دروغم به شما نگم، گوشی دستت باشه. خدا رو شکر میدونی که تمام زندگیم فلبدا است و به لطف پروردگار مطلق همه چی هم درست در میاد. من با این برگشتم، اینو براش میخواستم دیشب ببرم. خب اینجا گوش من آیسانم اون دخترم قدش کوتاه دختره قدش کوتاست، قد دختره کوتاست. خب واسه آره دیگه همین دختره تا اینجاست دیگه. آره. من سریع آجی بنز آتیش کردم و حالا با بنزم که رفتم برم بنز تو پارکینگ خالکوسه خونهش نمیرفت. نصف شب با اون لابیمن از پایین وای میسه لابیمن آره اون لابیمن رفتم گفتم آقای ماشین من دقیقه اینجا باشه. نه اینجا نمیشه. گفتم خب کسکش بکنم تو کونم این خالکوسه تو نمیره بلند سقفش. بعد گفتم وایسا به پنجه خیس کنم. حالا پول نیاوردیم این دست ما اینو وا کردم بودم اینو میخوری گفت این خالکوسه چیه. حالا برو اینترنت بهش نشون بده کسکش این آلوچه این یه مکافات دیگه. آمپرم خودش نیملا داشت میرفت بالا. حاجی 3 سال من با این دختر بالای دروغ نمیخوام بگم 10 بار بالا پایین کردیم. 4 گرم 5 گرم غذا خوردیم با هم. ماشروم خوردیم. بچه ها میخوام اینجا هستم. بچه ها میخوام نفهمن. اون موقع ماشروم میخوردیم کسخل صحبتهای دیوانه وار میکردیم. آره اینو گرفتم و رفتم برم. اینجا رو نگاه کنید آره. آقایون بچه تو پیج هست داداشی بی تربیت نشه برو دنبال درس کاسبی خودت. اینجا چی کار میکنی پیش من؟ آقا ما این پله بردیم بالا رفتیم تو نه سلام نه علیک یهو دیدم گرفت حاجی منو به قرآن مجید حاجی اومدم عقب بهش گفتم کسکش چی کار میکنی؟ حاجی این که پرید عقب آقایون میدونن حاجی من که حاجی من ایسی به شما بگم رفیقای من مادراشون منو بیشتر از بچه هاشون دوست دارن. بابا رفیقم دیروز زنگ زد گفت حاجی خاله من یک دیکتاتوریه. میگفت از بچهش که نمیدونم کدوم کشور زندگی میکنه میگه من آیسان بیشتر دوست دارم. میگه تمام لایوای انرژی ازم میگیره حاجی. خورم گایده شد بابا فاک. حاجی انرژی ازم میگیره حاجی. من خیلی با توضیح چیز دادم دهنم گایده شد حاجی. خسته شدم حاجی. کم آوردم انرژی مردم زیاده حاجی. آدم مریضم کرده. همین الان بابا 50-60 هزار نفر آدم دارین نگاه میکنین دیگه. چش خواهر آدمو میگاد بابا. نه چش بگیره نه که این چش که داره نگاه میکنه 120,000 تا جفت چش داره من نگاه میکنه. با دهنم گایده شد بابا دارو کنسرت میذاره خالکوسه مایکل جکسون 50,000 نفر نمیرن. آقا الان من خوانندم میخوام بخونم دیگه اینم کنسرت منه. کی بیرون میره بیا. برای خواب معصومانه عشق کمک کن بستری از گل بسازیم برای خواب شب هنگام. خب بیا الان من 1 دقیقه خوندم کنسرت من 50,000 نفر دیگه رکورد موند. کلاس رفتیم نه چی شدید چی همینجوری میخونم مردم با من خوبن. چرا؟ چون خلاصم 1 2 3 4 5 عقب آیسی خلاصه. پیکان بود خلاص آره. حاجی این خالکوسه من رو بگیره من بیضم درد گرفت نشستم. بعد یادم یکی برگشت من گفت حاجی باید رو پاشنه پاد بشینی. گفتم حاجی تو راهرو خونه یارو 10 شب با بس آلوچه تو دست ما این کسکش هم مو جزوزی رو هوا یه از این رب شما پوشیده بود مثل این جادوگرای خالکوسه. بعد گفتم ماشین ما رو کسکش جرثقیل الان پایین باید بگیره ببره. یک حالت کسشر دیگه. نگاهش کردم
حالا به انگلیسی بهش گفتم تو خجالت، گفتم این واقعا بگم shame on you خارپوسه، گفتم تو خجالت نمیکشی؟ به جان قدیر به روح مادرم قسم من زنگ زدم به امیر روحانی، گفتم امیر روحانی چه خبر؟ همین 10 دقیقه پیش دیدم امیر روحانی برگشت گفت وایسان نمیدونم چوری ازت تشکر بکنم. گفت تو خیلی به ما کردیت دادی. گفت آقا رفاقت با تو، فامیل بودن با تو افتخاریه. گفتم همین چرت و پرت کس شر نگو، با کسکند جمع کن سر صبح و سال نرم خوش میدونه. گفتم صحبتای چرت و پرت نگو. گفتم این اتفاق افتاد تعریف کنم؟ گفت مگه چیزی از تعریف نکرده باشی؟ گفتم نه دیگه. گفتم بذار بگم هیچی دیگه. بعد دیگه اومدم خونه، خدای حالم به هم خورد اصلا. بعد دیگه موجم عوض کردم دیگه، اومدم با سیستم مردم دیگه میخوام با مردا باشم. خدا شاهده آدمای خوبی ام بابا، اینا اذیت میکنن آدمو، خدا شاهده. آره با من تو همین اینستاگرام هم ماجی مردا با من خیلی بهترن. دخترها رو جواب نمیده، فوش میده بابا جان. آقا دختره اول زده او گودو او قیبین گلو او گودو بویه بعد یهو میزنه کیر تو کاسته خارج مادر جنده. اینکه او گودو بود، او گودو مگه میشه خارپسته؟ او مگه میشه برادر؟ هیچی دیگه. الان با دختره چیزم دیگه، آلوچرم گرفتم آوردم دیگه. آره آلوچرم آوردم و دیگه همین دیگه، این شد دیگه این داستان. برای همین دیگه بعد دیشب دیگه اومدم اینجا نشسته بودم، تو حال خودم بودم. بعد دروغ بهتون نگم خودم آروم بودم، داشتم میخوابیدم، اصلا فکر کلاج ملاج نبودم. بعد اصلا یهو خارپوسه فکر کردم، گفتم میرفتم تو گردنشو میگرفتم اینو بلند میکردم لب و فلان. بعد گفتم کسخل یارو اوپن آشپزخونه‌اش عکس دوست پسرشه با لباس نظامی آمریکا، تو هم از این ور پرچم آمریکا رو عکس بگیر و هی نمیدونم آمریکا به من لطف کرد و بعد که نمیتونی بری زن دوست دختر سرباز آمریکا رو بری یارو بکنی. یعنی توف تو غیرت خارپوسه اگه این کارو میکردی با خودم. آره دیگه به خودم افتخار کردم دیگه. طبق معمول اومدم به تویی دوباره خوشحالی کردم و اومدم اینجا. حالا تو گوشی 2 ساعت دنبال جوجو بگرد. 11 شب یارو گفت خارپوسه مگه جنده پولی زنگ زدی 11 شب میای خونه من؟ هیچی دیگه اعصاب کیری گرفتم خوابیدم دیگه. این شد ماجرای دیروز دیگه. قربون تا بعدم، خداحافظ. فعلا قربان دارم، میخوام برم کار دارم. کنسرت دیدی؟ کف کن. آره